در تاریخ اسلام ظهور و سقوط شخصیت‌های زیادی بوده، اما یزید ابن معاویه دومین خلیفه اموی جایگاه خاصی داره. اعمال و جنایت‌هاش در دوران خلافتش تأثیر عمیقی بر سرنوشت جهان اسلام گذاشت و تا امروز نامش با واژه‌هایی مثل ظلم، جور، ستم و فاجعه کربلا گره خورده. به دستور یزید، امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا به شهادت رسیدند. یزید بعد از پدرش معاویه 3 سال و 8 ماه حکومت کرد و در این مدت 3 جنایت بزرگ مرتکب شد. در سال 61 هجری قمری واقعه کربلا رو رقم زد. در سال 63 هجری قمری به مدینه حمله کرد که به کشته شدن هزاران نفر از صحابه و حافظان قرآن انجامید و در سال 64 هجری قمری هم برای سرکوب مخالفانش به مکه حمله کرد و حتی کعبه رو با منجنیق آتش زد. تو این ویدیو میخوایم به بررسی ابعاد مختلف شخصیت و عملکرد یزید ابن معاویه بپردازیم. قبل از تماشای ویدیو حتما چنلمون رو سابسکرایب کنین و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنین. یزید ابن معاویه در سال 25 هجری از مادری به نام میسون به دنیا اومد. قبیله میسون قبیله کلب از قبایل چادرنشین اطراف هوران بودند که نفوذ زیادی در منطقه داشتند. اونها قبل از مسلمان شدن هم مسیحی بودند و هم بت پرست. معاویه به خاطر نفوذ این قبیله با میسون ازدواج کرد، اما میسون زندگی در دمشق و فضای محدود قصر معاویه رو تحمل نکرد و اشعاری در مدح بیابان و قبیله اش سرود و از قصر معاویه بدگویی کرد. وقتی این اشعار به گوش معاویه رسید، میسون رو سرزنش کرد و طلاقش داد. میسون در حالی که به یزید حامله بود به قبیله‌اش برگشت و یزید رو اونجا به دنیا آورد. بعضی منابع تاریخی حتی میگن یزید فرزند نامشروع میسون و غلام پدرش بوده. میسون بعد از طلاق به همراه یزید به قبیله‌اش برگشت و یزید در میان این قبیله که از قبایل فصیح عرب بودن بزرگ شد. این موضوع باعث شد یزید تحت تأثیر عقاید مسیحیان تازه مسلمان این قبیله پرورش پیدا کنه. حمایت‌هاش از مسیحیان بعد از رسیدن به خلافت، خصوصاً از شعرای مسیحی مثل اختل و وجود مشاوران مسیحی مثل سرجون در دربارش، این موضوع رو تایید میکنه. معاویه بعد از به دست گرفتن خلافت سعی کرد قدرت رو در خاندان خودش تثبیت کنه و برای یزید از مردم بیعت بگیره، اما این کار از همون اول با مخالفت‌های زیادی از طرف مسلمانان مواجه شد. یزید قبل از رسیدن به خلافت به خاطر نواختن ساز، آواز و شرابخواری معروف بود و حتی پدرش معاویه هم گاهی اون رو به خاطر افراط در شرابخواری توبیخ می کرد. به همین خاطر وقتی معاویه خواست یزید رو به عنوان ولی عهد خودش انتخاب کنه، خیلی ها تعجب کردند و این کار رو نپذیرفتند. معاویه برای اینکه چهره یزید رو بهبود ببخشه، در سال 51 هجری اون رو به عنوان سرپرست حجاج شام به مکه فرستاد. اما یزید حتی توی این سفر هم نتونست از شرابخواری دست بکشه و بعد از ورود به مدینه در بزم شراب نشست. در سال 52 هجری یزید به دستور معاویه همراه با لشکر شام به سمت روم حرکت کرد، اما به جای جنگ در محلی به نام دیر مران توقف کرد و سرگرم عیاشی و میگساری شد. وقتی خبر رسید که سپاه اسلام دچار وبا و آبله شده و تلفات سنگینی داده، یزید با بی‌تفاوتی گفت که از مرگ مسلمانان ناراحت نیست. این حرف حتی معاویه رو هم عصبانی کرد و به یزید دستور داد به اردوگاه مسلمین بپیونده. یزید بالاخره مجبور شد به سپاه بپیونده و به قسطنطنیه بره، اما اونها موفق به فتح این شهر نشدن و برگشتن.
با وجود مخالفت‌های زیادی که از طرف مسلمانان خصوصاً بزرگان مکه و مدینه صورت گرفت، معاویه اصرار داشت که مردم با یزید بیعت کنند و بالاخره در سال 56 هجری موفق شد برای یزید بیعت بگیره. دوران کوتاه حکومت یزید از نظر سیاسی پر التهاب و پرتشنج بود. حکومت 3 سال و چند ماهش بیشتر صرف سرکوب قیامهای داخلی و آرام کردن اوضاع ممالک اسلامی شد. یزید در دوران حکومتش با شدت تمام هر گونه مخالفت رو سرکوب می کرد. فشار در حکومت او به حدی بود که بعضی مورخان میگن سیره یزید مثل سیره فرعون بود، بلکه فرعون عادلتر و منصفتر از یزید بود. یزید در سال اول حکومتش امام حسین علیه السلام و اهل بیت پیامبر رو به شهادت رسوند. در سال دوم حرمت حرم رسول خدا صلوات الله علیها رو شکست و مدینه رو 3 روز بر سپاهیانش حلال کرد. در سال سوم هم به مکه حمله کرد و کعبه رو به آتش کشید. اعمال و رفتارهای یزید در دوران کوتاه حکومتش سرآغاز بسیاری از درگیری‌ها و مخالفت‌ها علیه خلفای اموی شد. این مخالفت‌ها و قیام‌ها در نهایت باعث سقوط دولت اموی شد. با مرگ معاویه در سال 60 هجری یزید به حکومت رسید. بعد از اینکه یزید بیعت عمومی مردم رو گرفت، فقط یه مشکل داشت: گرفتن بیعت از چند نفری که پدرش به اون توصیه کرده بود ازشون دوری کنه. برای همین به ولید حاکم مدینه نامه نوشت و بهش دستور داد از امام حسین علیه السلام، عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر بیعت بگیره. یزید تأکید کرد که نباید به این افراد فرصت تعلل بدن و اگه از بیعت سرباز زدن باید فوراً اونها رو بکشن و سرهاشون رو براش بفرستن. با این حال امام حسین علیه السلام و عبدالله ابن زبیر از بیعت با یزید خودداری کردند. فشارهای یزید اونها رو مجبور به ترک مدینه کرد. عبدالله ابن زبیر به مکه فرار کرد و امام حسین علیه السلام هم ابتدا به مکه رفت و بعد از اون به دعوت مردم کوفه راهی عراق شد. یکی از بزرگترین و فجیعترین وقایع دوران حکومت یزید واقعه دلخراش کربلا بود. کاری که زشت‌تر از اون در تاریخ اسلام اتفاق نیفتاده بود. در ذی‌الحجه سال 60 هجری امام حسین علیه السلام و جمعی از خاندان پیامبر صلوات الله علیها به دعوت مردم کوفه به سمت عراق حرکت کردند. اما کوفیان به وعده هاشون وفا نکردند و امام علیه السلام رو با تعداد کمی از یارانش در میان انبوهی از دشمنان تنها گذاشتند. امام حسین علیه السلام و یارانش با خلق حماسی ماندگار به شهادت رسیدند. سرهای شهدای کربلا در کوفه و شام به نمایش گذاشته شد و اهل بیت پیامبر صلوات الله علیها به عنوان اسیر به این شهرها برده شدند. دومین فاجعه‌ای که به دست یزید اتفاق افتاد، قیام مردم مدینه در واقعه حره بود. به دلیل نارضایتی‌های مردم مدینه، حاکم اونجا سمان ابن محمد هیئتی از بزرگان مدینه رو بعد از انجام مناسک حج به شام فرستاد تا شاید با بخشش‌ها و دلجویی‌های یزید اوضاع مدینه آروم بشه. وقتی این هیئت به دمشق رسیدن، جوایز زیادی از یزید دریافت کردند، اما یزید در حضور اونها مثل همیشه به شرابخواری و لهو و لعب پرداخت و هیچ شرمی از رفتار زشتش نداشت. این رفتار یزید باعث شد که بزرگان مدینه بعد از بازگشت آشکارا از یزید بدگویی کنند و معایبش رو بازگو کنند. این موضوع باعث التهاب بیشتر در مدینه شد. یزید نامه‌ای تند به مردم مدینه نوشت، اما این نامه فقط آتش اختلاف رو بیشتر کرد و قیام مردم رو به دنبال داشت.
یزید لشکری 12,000 نفری به فرماندهی مسلم ابن عقبه به مدینه فرستاد. اونها به مردم مدینه 3 روز مهلت دادند تا دوباره با یزید بیعت کنند، اما مردم مدینه برخاستشون پافشاری کردند. در نهایت جنگ شروع شد و با شکست قیام کنندگان مدینه به پایان رسید. این واقعه در 26 و 27 ذوالحجه سال 63 هجری اتفاق افتاد و باعث کشته شدن هزاران نفر از مردم مدینه شد. این شورش همزمان با قیام مردم مکه به رهبری عبدالله بن زبیر بود که باعث تسلط او و یارانش بر شهر مکه شد. بعد از واقعه حره و کشتار مردم مدینه، سپاه شام به فرماندهی حسین ابن نمیر به سمت مکه حرکت کرد و شهر را محاصره کرد. در طول این محاصره خانه خدا بر اثر اصابت سنگ‌هایی که با منجنیق به سمت مکه پرتاب می‌شد آسیب دید و حتی به آتش کشیده شد. این محاصره تا زمانی ادامه داشت که خبر مرگ یزید به لشکریانش رسید. یزید فردی عیاش و خوشگذران بود و به شکار، شراب، شعر و زنان علاقه زیادی داشت. او به پرورش سگ‌ها و حیوانات شکاری می پرداخت و کبوتربازی نزدش جایگاه خاصی داشت. یزید اولین خلیفه‌ای بود که آشکارا شراب می خورد و به شکار می رفت. او زنان نوازنده و خواننده و غلامان رو دور خودش جمع می کرد و برای لذت و شادی خودش از وسایل لهو و لعب مثل نگهداری زنگ و جنگ انداختن سگ‌ها و خروس‌ها استفاده می کرد. حتی یه میمون داشت که بهش کنیه ابوقیس میداد و میگفت این میمون یه شیخ از بنی اسرائیل بوده که خطایی مرتکب شده و مست شده. فسق و فجور یزید روی کارگزارانش هم اثر گذاشته بود و اونها هم از رفتارهای فاسقانه‌اش پیروی می‌کردند. در دوران حکومت یزید فسق و فجور در بین مسلمانان شیوع پیدا کرده بود. غنا در مکه و مدینه رواج داشت و مردم آشکارا به شرابخواری مشغول بودند. افکار و معارف دینی به پایین ترین سطح انحطاط رسیده بود و از اسلام فقط یه اسم باقی مونده بود. حدود و قوانین اسلام طبق میل خلیفه تعیین می شد و امر به معروف و نهی از منکر به کلی فراموش شده بود. حتی گاهی معروف به جای منکر و منکر به جای معروف جلوه داده می شد. در زمان حکومت یزید به دلیل مخالفت‌ها و قیام‌های داخلی فتوحات چندانی در خارج از قلمرو اسلامی اتفاق نیفتاد. یزید با مسیحیان اروپا رویه مسالمت آمیزی در پیش گرفت و حتی از برخی مناطق که در زمان معاویه با هزینه و تلفات زیاد فتح شده بود عقب نشینی کرد. این رفتارها و سیاستهای یزید باعث شد که حکومت اموی روز به روز ضعیفتر بشه و در نهایت به سقوط این سلسله منجر شد. یزید ابن معاویه پس از 3 سال و 8 ماه حکومت پر از فساد و جنایت در 14 ربیع الاول سال 64 هجری و در سن 38 سالگی مرد و در منطقه حواریون دفن شد. درباره نحوه مرگ یزید روایت‌های مختلفی وجود داره، اما مشهورترین روایت اینه که یزید در یکی از روزهای سال 64 هجری به همراه اطرافیانش برای شکار به صحرا رفت. در اونجا یه آهو دید و به دوستانش گفت هیچ کس حق نداره به این آهو تیراندازی کنه، این صید خودمه. یزید شروع به تعقیب آهو کرد و آهو هم اون رو به دل بیابونها کشوند. یزید توی یه بیابون خشک و بی آب و علف تشنگی شدیدی بهش فشار آورد. از دور یه خیمه دید و به سمتش رفت. از مرد عربی که صاحب خیمه بود درخواست آب کرد. وقتی مرد عرب سطل رو توی چاه انداخت، یزید برای اینکه به خودش افتخار کنه به مرد گفت ای مرد عرب، تو نمیدونی به چه کسی آب میدی. اگه میدونستی از خوشحالی سر از پا نمی شناختی. مرد عرب پرسید تو کیستی؟ یزید خودش رو معرفی کرد.
مرد عرب به محض شنیدن نام یزید شمشیرش رو کشید و به سمت یزید حمله کرد. یزید جا خالی داد و ضربه شمشیر به صورت اسبش خورد. این ضربه باعث شد اسب رم کنه و یزید که پاش توی رکاب اسب گیر کرده بود به زمین افتاد. اسب یزید رو در بیابان به این سو و آن سو کوبید و بدنش رو تکه تکه کرد. وقتی اسب رو پیدا کردن فقط یه پای یزید در رکاب اسب بود و چیز دیگه ای از اون ملعون باقی نمونده بود. این روایت هرچند ممکنه اغراق‌آمیز به نظر برسه، اما نشون دهنده نفرت مردم از یزید و اعمال ظالمانشه. مرگ یزید پایان حکومت کوتاه اما پر از فساد و جنایتش بود. با مرگ اون حکومت اموی ضعیفتر شد و زمینه برای قیامهای بعدی و سرنگونی نهایی این سلسله فراهم اومد. با تشکر از اینکه تا این لحظه با پینار مدیا همراه بودین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که تاریخ آموزگار بزرگ ماست.